Tamam, YouTube başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrı adıyla bu programı başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. انصاف علی هدایت هستم و برنامه 152 مهندسی جهل رو آغاز میکنم. در این برنامه هم تلاش خواهم کرد یک کتاب قدیمی ترکی چند صد ساله دست نوشته خطی رو که در یک زمینه تخصصی یا شعر و عرفان و بالاخره تخصص هستش دیگه اینها یا علمی رو ورق بزنم و باش آشنا بشم و بدانم که در پدران ما در چند صد سال پیش یا حتی 1000 سال و بیش از 1000 سال پیش میراث‌های مکتوب و فکری خودشون رو برای ما به یادگار گذاشتند، اما در 250 سال گذشته دشمنانی که به تدریج داشتند بر ما غلبه میکردند و خائنانی که از در میان ما ترک ها بودند و خودشان را به مبلغ ناچیز یا مبلغ چیزی فروخته بودند به دشمنان کمک کردند تا به تدریج این زندان مهندسان جهل مسیحی غربی در اطراف ما شکل بگیره و ما در داخل این زندان جهل مهندسی بشیم و افکار و اندیشه ها و احساسات ما هم سرکوب بشن هم به ما تحمیل و تزریق بشه که شما نه پدرانتون فکری داشتند و نه شما فکری دارید، نه پدرانتون چیزی بودند و کسی بودند و نه شما میتونید کسی بشید. اگر شما میخواید کسی بشید باید تبدیل بشید به مای غربی، به مای مسیحی غربی، و الا شما هیچ کاری نمیتونید بشید و هیچ خلاقیتی نمیتونید به در بیارید. جوری که به ما فکر میکردیم که دیگه در دنیا پدران ما به همه چیزی اگر هم خدمتی کرده باشند به هر کسی یا هر چیزی یا هر زبانی یا هر مذهبی خدمت کردند الا ملت ترک. ولی با آشنایی با کتاب‌های خطی قدیمی دست نوشته تخصصی متوجه شدم که پدران ما بسیار بسیار کارها اینترنت ما قطع شد. در حالا امیدوارم که یوتیوب قطع نشده باشه، ولی خب برگشت. عرضم به حضورتون که حالا برمیگردم و یک کتاب ترکی قدیمی تخصصی دست نوشته خطی که دشمنان نتونستند اونها رو، یعنی مجال و فرصت نکردن که اونها رو تغییر بدن، اونها رو با هم بخوانیم و ببینیم که چه چیزی به چه چیزی هستش و پدران ما چه چیزی رو برای ما به یادگار گذاشتند. در برنامه قبلی اگر یادتون باشه این لطیفه رو باز کردیم یا طریق نقشبندیه رو باز کردیم. به لطیفه نرسیدیم ها، یا بذار ببینم به لطیفه رسیدیم، لطیفه رو خوندیم. فکر میکنم که اون طریق نقشبندیه بود خوندیم. پس بله، نقشبندیه رو خوندیم در جلسه قبل و نرسیدیم به اینکه اوکی این کتاب چی هست. گفته این کتاب لطیفه در 110 صفحه نوشته شده و نتونسته براش یه تاریخی پیدا بکنه و بگه که در چه تاریخی نوشته شده. ما امروز تلاش خواهیم کردیم ببینیم آیا میتونیم براش یه تاریخی پیدا بکنیم یا نه. کتاب رو الان میبینیم، جلد کتاب رو تقریبا زرشکی رنگی هستش و چرمی بوده، آسیب بسیار جدی دیده. وسطش هم یه حالا نمیدونم به این چی باید گفت، یه اسلیمی میگن چی میگن، یک نقاشی مانند برجسته‌ای بر روی چرم کار شده و آسیب دیده کتاب در مرور زمان. تاریخ رو نشون میده، یعنی این نوع آسیب دیدگی نشون میده که این کتاب مثلا نگاه کنید دستش همیشه از وسط کتاب میگرفته، در وسط کتاب که عرق کرده دستش یا دستهاشون عرق کرده، اینجا این وسط کتاب
از شیرازه میگرفتن اینجا خیلی آسیب دیده. همینطور حاشیه های کتاب هم به خاطر ساییدگی و باز کردن و بستن و اینکه با دست در تماس بیشتری بوده آسیب دیدگی زیادی رو تحمل کرده. وقتی صفحه رو جلد رو باز میکنه داخل جلد نقاشی دوره عثمانی رو میبینیم. پس این کتاب در دوره عثمانی نوشته شده و یه نقاشی روی آب هستش. یه نقاشی درباری هم بوده اصلش این. حالا یک روزی که بتونیم یک کتابی در مورد دربار داشته باشیم، دربارم نگیم بهش چون دربار بعدن شد، در زبان فارسی هستش در بارگاه نمیدونم چی، ولی اونجا حرم میگفتن. حرم از کلمه حرام هستش و کسی که بره اونجا حرام هستش که بیاد بیرون یا سخنان اونجا رو بیاره بیرون. و اینها کارمندان دولت بودند، زنان شاه نبودند، کارمندان دولت بودند، جاسوس های دولت بودند که تربیت می شدند. این کتاب رو میبینیم صفحه بعدش رو همینجا اولش یک کلمه یه حرف هم نگیم عدد 6 رو میتونیم ببینیم که اینجا در روی جلد گذاشته لطایف لا مطلع احتمالاً اسکندرزاده واقعی والدی عتیق جامع شریفینه و از اولونان امیر خاجنون موقوفاتندن دور. اینو یک کسی بعدن احتمالا نوشته. ابعاد کتاب 14 سانتی متر و 8 میلی متر در 10 سانتی متر و 3 میلی متر هستش. اینجا مهر مرحوم الله رحمتش بکنه این خواجه امیر اسکداری رو میبینیم که اینجا این رو وقف کرده بوده. یک صفحه دیگری سفید هست، یعنی همین صفحه رو ورق میزنه، پشتش هم سفید هست و صفحه بعدی کتاب شروع میشه بدون بسم الله الرحمن الرحیم. احتمالاً قرار بوده این کتاب اینجا نوشته بشه، این یه چیزهایی در اول برای به عنوان مقدمه نوشته بشه که نوشته نشده. بعد میبینیم که در اینجا هم یک کادری کشیدن، کادر قرمز. لطیفه رو اولش با قرمز نوشته و از رنگ قرمز به عنوان نقطه در میان هر چند کلمه یا جمله استفاده کرده که حالا تلاش میکنیم بفهمیم. کادر رو هم اینجا میبینیم که به 3 قسمت کرده بوده. حالا این چی هست، چرا اینجوریه باید ببینیم، چون که در سطرهای بعدی هم در صفحه های بعدی هم مثلا اینجا نظم رو داخل یک کادر انداخته، اینجا احتمالاً سعادت رو داخل یک کادر انداخته، اینجا عشق رو داخل یک کادر انداخته. احتمال میدم، حالا باید بخوانیم ببینیم که چه هستش. این کتاب به خط یه شخصی نوشته که تقریباً خط خاصیه ولی من میتونم بخونم، بسیار به نظر من زیباست برای اینکه من میتونم باهاش ارتباط برقرار بکنم، احساساتشو بفهمم و باهاش همراهی بکنم، افکارشو دریافت بکنم. خیلی دیگه نیاز نیستش که زور بزنم که بتونم بخونم. در اینجا هم دوباره میبینیم که دیگر نظم یا در نظم، دوباره اینجا یه نظم رو داخل یه شعر رو داخل چیز آورده، کادر آورده و همینطور اینجا منظوم دیوان حالا چی اینجا هم میبینیم که کل اینجا رو هر بیتی که هر مصرعی که تمام میشه یه نقطه میگذاره. علاوه بر این با 2 خط اینها رو از هم جدا کرده. نقاشیش هم مثل خط کشیش هم مثل من بوده که نمیتونسته درست بکشه. این با من خیلی نزدیکی داره. کتاب به نظر میاد که یه مقدار دوباره لطیفه و اینجا میبینیم که نویسنده که جملاتش رو از پایین شروع کرده به بالا نوشته، هیچ خطی نداشته، در نتیجه کج نوشته و اینجا میبینیم که جدول خیلی کلمات خیلی تو دل هم رفته، جمله ها هم خیلی تو دل هم رفته. با این حال میشه خوند، یعنی خیلی هم بد ننوشته. من خاطراتی رو که وقتی در وطن بودم حتی در دوره دانشجویی
و بعد از دوره دانشجویی حتی در دوره سربازی روزانه خاطره نویسی میکردم. نه تنها خاطره نویسی میکردم، بلکه افکار و احساسات اون روزم، هر موضوعی که اون روز درباره اون فکر کرده بودم یا هر احساساتی که اون روز نسبت به کسی یا نسبت به چیزی احساس منفی یا مثبت داشتم، هر احساسی، هر نوع از احساسات انسانی که در من وجود داشت، اونها رو در اون کتاب‌ها در اون دفترها می نوشتم و با خط ریز و بسیار بسیار ریز می نوشتم که به غیر از من کسی حوصله خوندن اون رو نداشته باشه. خودم هم نمیتونستم بعدم بخونم چون خیلی ریز بود. ولی اینجا میبینم که این هم مثل من رفتار کرده. تا اینجا از قلم بسیار درشتی استفاده کرده بود، از اینجا به بعد شروع میکنه از قلم کوچیکتر استفاده میکنه و از همونطور که عرض کردم بعضی از کلمات رو لطیفه و اینجور چیزا رو که اینجا هم یک صفحه پاره شده، کاملا پاره شده و یه چیزی روش چسبوندن که حالا بخشی از کلمات دیده نمیشه. با سریشم هم چسبوندن، معلومه که آدم شلخته‌ای بوده. اینجا هم نتونسته که کادر بکشه، به قدری تا انتهای صفحه ها رو نوشته که نتونسته کادر بکشه. اینجا هم همینطور که میبینیم کادر به زور تلاش کرده کادر بکشه و اینجا هم میبینیم دوباره همون نقیصه رو داره. خب به هر حال از اینها بگذاریم. کتاب رو من دارم به سرعت ورق میزنم که بتونیم بریم ببینیم که در اینجا نگاه کنیم. مثلا اینجا یه خط دیگری اومده، اینجا خوشنویسی کرده، احتمالا یه شعری رو اینجا خواسته بنویسه و اینجا با یه خط دیگری دوباره به همون شکل، احتمالا همون خط البته، ولی تغییر میکنه. اینجا این صفحه فرق میکنه با این صفحه. اینجا هم دوباره تلاش کرده الفبا رو یاد بگیره. یه کسی که این کتاب بهش به میراث رسیده بوده، به ارث رسیده بوده، نمیدونم این کتاب هایی که وقفی بودند چطوری به میراث رسیدن، یا چطوری یه آدمی که طبق نویسنده قرار نبوده درش دخل تصرف بکنه چیزی بنویسه، اینو ورق رو تا بزنه و اینها چطوری اومدن اینجوری خواستن الفبای ترکی رو بنویسن. من فکر میکنم این خود همین نشون میده در یک مقطعی از زبان ترکی الفبای عربی قدغن بوده، به خصوص از دوره‌ای که آتاتورک میاد بر ترکیه امروزی مسلط میشه و به امپراتوری، به خلافت اسلامی و حاکمیت ترکان عثمانی خاتمه میده و از اون به بعد کسایی که ترک نبودن اصلا ریشهشون میان در ترکیه امروزی حاکم میشن، از آن رو تغییر میده، قانون اساسی رو تغییر میده و اینا خیلی چیزا رو تغییر میده. از اون زمان به بعد یکی از چیزهایی که تغییر داده شد الفبا بود و این تلاشی که در این کتاب بوده، هر کسی بوده، نشون میده که در اون مقطعی میزیسته که این الفبا قدغن بوده و اینها نمیتونستن بنویسن و این آدم علاقه داشته که یه جوری تمرین بکنه و این حروف رو این کتاب نگاه میکرده و تلاش میکرده اینها رو بنویسه و این علاقه ترک ها به خط تاریخی خودشون و تاریخ خودشون رو نشون میده. و ما دوباره میرسیم به یک صفحه دیگری که خالی مونده. کتاب رو میبینید که دوباره آب رفته داخل کتاب. ما این رو متوجه خیلی نشده بودم، به متنش دقت میکردم. خیلی آسیب دیده کتاب از نظر اینکه آب رفته داخل کتاب و بعضی از صفحات کاملا جای آب رو داره. خط تغییر میکنه. من فکر کنم این آدم هر روزی که یا هر وقتی که میخواسته یه چیزی بنویسه یه احساساتی درونش بوده، حالا یا میخندیده یا گریه میکرده، نمیدونم، بر اساس کتاب، یا به هر حال یک درونش میجوشیده یه چیزی. برای همین خطش با دیروز فرق میکنه. این خطی که اینجا نوشته اصلا با خیلی ربط زیادی با خطای چند روز قبلش نداره، یا کلفتی و ریزی جمله ها یا اینکه خط رو درست بنویسه، اینها رو نداشته و بعضی روزها میبینیم که جمله ها از پایین شروع میشه به بالا میره، مثلا این یا خیلی ریز مینویسه یا خیلی کلمات رو خیلی کلفت با قلم نوک کلفت مینویسه. بعضی روزها از شعر استفاده میکنه، بعضی روزها از شعر استفاده نمیکنه. اینها هم
چیزهایی هستش که ما یا خیلی زیاد از شعر احتمالا مثلا اهل مطالعه بوده، یک کتابی رو میخونده و تحت تاثیر اون قرار میگرفته و میومده یه چیز رو مینوشته، یک کسی رو میدیده یا یک کسی با یک کسی مینشسته و برخواست میکرده و یک چیزهای جدیدی به ذهنش میومده و میومده اینها رو روی کتاب میریخته. به نظر من انسان عاقل و فهمیده‌ای بوده و تلاش میکرده که افکارش و خودش و درونش و مغزش رو رشد بده. خب با آخر کتاب رسیدیم. آخر کتاب ناقصه و ما میبینیم که اینجا با یه صفحه روبروی هستیم که صفحه اصلی نیست، صفحه پاره شده. صفحه بعدی هم دیده میشه. نگاه کنید این خطی که در اینجا دیده میشه ناقص هست و خط زیری که یک صفحه دیگریه اون اینجا هستش و با هم جور نیستن. در این کتاب ناقص مونده. هرچی هست همینی هسته که در دست ماست. برای همین هم هیچ تاریخی نتونستن براش پیدا بکنن. اما برگردیم اول کتاب ببینیم که اینجا چی میتونیم بخونیم. اول کتاب هم به نظر من نابود شده به خاطر اینکه بسم الله نداره. وقتی بسم الله نداشته باشه یک مسلمانی نمیتونه بدون بسم الله به نوشتن کتاب شروع کرده باشه. در نتیجه این کتاب اولش هم یه تعدادی از صفحات گم شده. همونطور که میبینیم اینجا من فکر کردم روی جلد، احتمالاً این یه بریده از یه صفحه هستش که نگاه کنید این صفحه یه بریده از یه صفحه هستش که به نظر میاد پاره شده باشه یا اینکه نمیدونم. به هر حال این صفحه 6 بوده و 6 صفحه به اضافه اینکه حالا میرسه به اینجا و این 7 و 8 9 صفحه احتمالا اینجا دوباره اومدن بعدها برای اینکه داشتن عکاسی میکردن عدد 2 رو اینجا به انگلیسی و اینجا به عربی یا هندی نوشتن. لطیفه حکایت ادر کی هر هرمز نوش این چی شده؟ حالا بذارید ببینیم میتونیم بخونیم. گفتیم میتونیم بخونیم ولی نوشیروان البته یه تشدید داره اون نمیدونم، اون به خاطر اون تشدید موندم که این چیه. احتمالا نوشاروان. اینجا ناف رو یه نوشته ناف و روش خط کشیده. خب هرمز نوشروان عالم سبا، حالا وطن ایکن، عالم یا عالم سبا، عالم باید باشه، عالم سبا. این باید آشنا بشیم با نوع خط این حالا، با اینکه ساده نوشته اما نمیدونم این الان مثلا واو ت شبیه د هستش که به ه ختم بشه یا احتمالا نونه یا کافه. اگر کاف بگیریم میتونیم بنویسیم این وطن با ت دسته‌دار ننوشته، با ت 2 نقطه نوشته. عالم سبا، حالا با این سبا و مثل صبح یا اون بادی که در صبح ها میوزید. عالم یا عالم، حالا این هر دوتا میشه خوند. عالم و عالم ببینید چقدر به هم شبیه، از یک کلمه هستن. یکی عالمه یکی عالمه. عالم کسیه که بتونه عالم رو بشناسه، عربیه. حالا ایکن ندمای نکته گذار و امرای بادگسار له بزم صحبت و عیش اشرت ایلرده. خب اوندا چون اول جمله رو نفهمیدیم و باهاش آشنا نیستیم، با بعضی از کلمات و دستخطش آشنا نیستیم، به تدریج با دستخط آشنا میشیم و میتونیم برگردیم و درست بخونیم. عالم حکایت ادر لرچه هرمز نوشروان عالم سبا وقتنده ایکن ندمای نکتت گذار و امرای بادگسار لب بزم صحبت و عیش اشرت ایلردی و چون آثار صبح ظاهر اولیدی. حالا دیدید عالم سبا، پس اون سبا هستش. آثار صبح ظاهر اولیدی یا تو آدم خواب هنگام
آدم خواب هنگام ادردی. حالا اینجا آدم به چه معنی هستش نمیدونم. یاتوب آدامه نمیدونم. خواب هنگام دردی. bir برزجی، احتمالا برزجی باید بخونیم. برزجی مهر حکیم که اینجا دوباره نوشر هرمزون. حالا اینجا توشر احتمالا نمیشه، روش خط کشیده، احتمال میدم این خط کشیدگی هستش. برزجی مهر حکیم که هرمزون خواجسیدür her sabah ki gelirdi Hurmuzi خواب içinden müstagrak bulurdi. خواب içinde. حالا این اول که کلمه رو بود نتونسته بودیم بخونیم، اینجا حالا از طریق içinde میشه خوند. این د رو د و ه içinde د و ه رو اون شکلی میشه. اونم وده، احتمالا وقتده باید باشه که وده شده. حالا عالم سبا و وقتنده احتمالا باید باشه که حالا اینجوری نوشته شده. باید شاید هم یک کلمه دیگری که نمیتونیم بکنیم. حالا برگشتم اونو اینجا خواب içinde müstagrak bulurdi. نصیحت edün eder idi ki ey şah saadet meab. Seherxiz ol ki seherxiz olanlar dövlet meab ve saadet nasab olurlar. Nasab nasib tapan. فعل حالت عربی هستش، فعل فاعل عربی هستش، فعل عربی نسب. نظم. حالا یه شعر آورده نظم. سحر آینه صنع خدادر، سحر جنزینه صدق و صفادر، فتوح ابوابنه مفتاح حق در، سعادت شمع در مصباح حق در. تا اینجا این 4 مصرع را یا 2 بیت رو داخل خط هم کادر قرار داده. هرمز دقی خواجسinin her gün seherxiz geldikinden ve her dem bu nasihat kıldığından bi huzur olurdu. Kelime رو نگاه کنید. بی حضور olurdu. Bir gün gullerine eder. حالا بیاد به نوکرانش، به کسانی که یارانش که اطرافش بودن، گولر. گول در زبان ترکی به نوکر گفته نمیشه، ظاهرا به یاران گفته میشه. سلام علیکم، حال شما خوبید؟ bir gün gullerine eyder، به یارانش میگه. bir geç gün seherden kalkıp Hace'nin yolunda turun. birkaç gün، خیلی اینجا چیز شد. شاه داره به یارانش میگه که birkaç gün seherden kalkıp Hace'nin yolunda turun درون با دست دار نوشته. معلومه که این مثلا حالت یه دی بوده، که یه حرف د بوده که این در زبان ترکی بین مثل عربی بوده. turun. همین که خواجه گله üzerین örün، روشو بپوشونید. همین که خواجه به اون جایی که پنهان شدید اومد، روشو با یه چیزی ببین. آنın olan libasların soyup اگنینده. حالا درسته این اگنینده هستش. اگنینده 2 تا نون داره و یک ده رو اونجوری نوشته. اگنینده olan libasların soyup salıverin. شاه خیلی میخواسته خیلی شوخی بکنه، میگه تمام لباساشو لخت بکنید و بذارید بره. salıverin یعنی ولش کنید، رهاش کنید. امروز هم در ترکیه این
سالو vermek یا salı vermek خیلی رایجه. سالو verin یعنی ولش کنید. سالماخ یعنی یه چیزی رو مثلا دست من بوده این قلم مثلا این رو سالماخ میکنم ولش میکنم. خب این سالماخه. همچنین این سالماخ یه نهالی رو یه گلی رو یه چیز رو زمین میکارم به معنی کاشتنم هست. ولی سالو برین یعنی رهاش بکنید همونجا بذارید باشه. سالو برین گلر دخی امری. ببینیم حالا چی کار میکنن این یاران شاه چی کار میکنن. yerine getirdiler خواجه سبوب nesi varsa خواجهی soyup soymak. پیاز رو پوست بکنید به این میگن soymak. میوه رو که پوست بکنید میگن soymak. حالا اینم لباساش روز بدنشه دیگه. خیلی از کلمه جالبی استفاده کرده. میگه که خواجه سویوب یعنی این لباساش که تو تنش بوده اینها رو مثل پوست میوه یا پوست چیز هر پوستی که بخوان بکنن دیگه. حالا مثلا یه حیوان رو که میکشن پوستش رو میکنن تا بخورنش این رو سویماخ میگن. خواجهی سویوب نسی وارسه حالا یعنی برداشتن سالو verdiler. حالا رهاش kerdin. Xacə bu halilə Hormuz'a gəlib əhvalindən şikayət edib Xacə göz böylə olacaq sair əhvali necə olur دیگه شکایت ایلده. او ببین چی گفت شاه لخت اومد پیش وزیر این خواجه لخت اومد پیش پادشاه و گفتش که سالو دیده خواجه bu halilə Hormuz'a gəlib əhvalindən şikayət edib خواجه göz ehtimalen این göz böyle değil این gör böyle olursa eğer خواجه memleket böyle olursa yani لختش بکنن تو جامعه سایر احوالی necə olur diye şikayet ایلدی. ببین اگر خواجه مملکت اینجوری لختش بکنن تو مملکت امنیت نباشه ببین با بقیه چی کار میکنن. هرمز ایدر ای حکیم. حالا هرمز یه کاری کرده بود که چیز بکنه. سلام علیکم. علیکم سلام. گفتش که هرمز ایدر گفت ای حکیم ذوالفنون ای حکیم ذوفنون ذل نیست ذوفنون و ای عالم رهنمون دایم دردünüz kim سحرخیزlik دائم که دردتون این بود که سحرخیز باشید. سحرخیزlik دولت معاب و ظفر نصاب olur. گفته همیشه میگفتی که سحرخیزی باعث این میشه که دولت معاب بشید دارای دولت و ثروت بشید و همچنین ظفر بگیرید یعنی پیروز بشید قدرت بگیرید. نصاب olur. نعجب bu نکبت و ذلت sana ندن oldu. حالا میگه که اینجوری میگفتی چی شد این نکبت و ذلت. این نکبت نمیدونم آیا فارسی هستش یا نه. به هر حال یک کلمه هستش واقعا معنیش هم نمیدونم چیه. نکبت و ذلت سنا به تو سنا ندن oldu. حالا چی شد میگفتی که آدم دولت میگیره پیروز میشه چطور شد که به این وضع افتادی. خواجه برزجی مهر احتمالا همون بزرگ مهر باشه. احتمالا برزجی مهر حکیم ادر. اون خواجه گفت ای خواجه تورمان. حالا اینجا یه شاه کلمه شاه رو نوشته. شاه انگار مثلا اینجا این حرف رو زده اینجا یه شاه رو با رنگ قرمز نوشته یعنی این حرف رو داره میزنه. روی اون کلماتی که خیلی پررنگ نوشته الان من دارم میبینم که میخواد روی اونها خیلی تأکید بکنه به خاطر این پررنگ نوشته. خواجه یرمان جهان و پادشاه دوران. احتمالا اینجا شعره نمیدونم حالا چیه.
این یرمان هستش، ترمان هستش، چی هستش نمیدونم، کاملا خونده نمیشه، چون روش با یه خط قرمزی خواستن این رو چیز بکنن، پاکش بکنن، بگن که غلطه. یعنی به نظر میاد این کتاب، حالا که اینجا رسیدم اینو دارم میگم، بذارید اینم بگم که به نظر میاد این کتاب اوریجیناله، یعنی دستنویس یا نسخه‌ای نیستش که یکی دیگری از نسخه اصلی نوشته باشه. این خط اصلی خود نویسنده است، اون اولین آدمی که این کتاب رو نوشته خودش اینو نوشته. در نتیجه بعضی از کلمات رو میبینیم خط زده، بعضی از کلمات رو تلاش کرده پاک بکنه. اینجا این رو داریم میبینیم. در نتیجه این کتاب اگر هم ازش نسخه‌ای نوشته شده باشه، یه کسی اومده باشه ازش کپی برداری کرده باشه، روی کتابی نوشته باشه، اون رو نمیخونیم. ما به نظرم میاد اصل کتاب رو میخونیم. همینطور بر اساس اون خطی که کشیده، نقطه هایی که گذاشته، کج بودن خطش، اینکه تا انتهای صفحه، تا اونجایی که جا می شده نوشته، اینکه خط ها رو کج کشیده، این نشون میده که همون انسان اولی است. چون نویسنده اصلی تخصصش خوشنویسی نیست معمولا. من اگر داستان می نویسم یا هر کسی داستانی رو، یه حکایتی رو، یه فکری رو داره می نویسه، یه مقاله ای رو، یه اندیشه ای رو داره روی کاغذ پیاده میکنه، معمولا اون آدم خوشخط نیست. اون آدمی که خوشخطه نویسنده نیست، اون آدم کپیکاره، اون رفته یک کار رو یاد گرفته. نویسنده یه فکر داره، اون فکر رو روی کاغذ میریزه و چون فکر سرعتش خیلی بیشتر از دسته، معمولا شلخته کاری میشه تو دست. بعضی از کلمات رو ممکنه که رد بشه، مثلا ما اینجا دیدیم بعضی از کلمات رو ننوشته، چون که سرعت فکر خیلی بیشتر از قلمه. کسایی که سرعت بیشتری در نوشتن داشته باشن میتونن سلسله افکارشون رو پیگیری بکنن، ولی کسایی که نمیتونن، تندنویس نیستن، اینها نمیتونن افکارشون رو، یا افکارشون یه جایی هستش اینا میخوان بنویسن، این وسط این یه تعداد جمله و کلمه رو میپرن ازش، نمیتونن بنویسن. و این رو ما اینجا میبینیم، بعضا یه چیزایی مینویسه که بعد که میخونه میبینه که نه، این نباید مینوشته، خط میزنه. ولی اون کسی که رفته یه کاری رو، یه صنعتی رو یاد گرفته، یه هنری رو یاد گرفته، هنر نوشتن یا هنر هر چیزی رو، کتاب سازی، جلد سازی، اینا یه کار دیگه، یه کار رو یاد گرفته، باش درآمد ایجاد میکنه. اون آدم ها میرن رفته یه چیز رو، این با حوصله میاد این دستخطی که هر کسی نمیتونه بخونه رو جلوش میذاره، اینا رو میخونه و بر اساس تجربه خودش اون رو با یه خط حالا مورد قبول مینویسه و پول در میاره. اونجا دیگه غلط خیلی کم هست، چون اون حتی از یه کاغذی یا یه چیزی پارچه‌ای استفاده میکنن برای اینکه مثلا دستشون اگه عرق بکنه به کتاب نچسبه و اون رو لکه دار نکنه. تمیزی کتاب برای اون نویسه، چون میخواد بفروشه دیگه کارشو، نمیخواد کارش یه جوری باشه که مشکل ایجاد بکنه. در نتیجه مثلا ما در کتاب‌های قبلی دیدیم میاد یه خط نازکی رو روی کتاب میکشه، مثلا تو هر صفحه 20 تا خط میکشه، دورش رو کادر بندی میکنه و بعد بر روی اینها مینویسه جوری که این خط ریزی که اونجا کشیده بود دیده نمیشه و اون تلاش میکنه اول سطر با آخر سطر دقیقاً با کادر شروع بشه، با کادر تمام بشه، خیلی عقب نمونه، خیلی رد نشه کادر رو. این رو میبینیم ما بعضی وقتا دیدیم این کادر رو یه ذره رفته، اون کادر رو اونجا چیکار کرده، جا گذاشته مثلا. خب حالا برگردیم اینجا. به نظر میاد که این کلمه‌ای که نتونستیم بخونیم رو خود نویسنده اومده چیز کرده، ادر ای جهان. و حالا اینجا یه شاه این رو خط زده. حالا متوجه شدیم چرا این قرمز رو هم خارج از کادر نوشته، هم با قرمز نوشته، برای اینکه این خواجه داره حرف میزنه و میگه ای شاه جهان. این رو خواجه حالا هر چی بوده که خط زده نوشته با رنگ قرمز و یه خط اینجوری هم kişide که یعنی اینجاست. شاه جهان و پادشاه دوران اغریler serxiz liqde bana sibqət etmişlər. Lacerem gökbəlləri
گönülleri احتمالا باشه ولی یه به هستش اینجا. gökbeleri سعادتلو. من اینجا باید gökler بخونم. این دوباره به نظرم چون اولین نسخه هستش که خود نویسنده داشته می نوشته، در نتیجه این gökleri یعنی gönüller رو همون gökbeler شده، نون رو به نقطه رو به جای که بالا بذاره زیر گذاشته. به نظر من اینجوری میاد، برای اینکه جمله همینجوریه. میگه که ای şah جهان و padişah دوران oğrular serxizlikdə bana سبقت etmişler. خب چی شده؟ سبقت گرفتن چی شده؟ سبقت etmişler لاجرم gönülleri سعادتلو و قوتلو oldu. حالا دل اونها سعادتلو و قوتلو شد. اون ظفر رو اینجا به معنی قوت معنی کرد. دقت بکنید، ظفری که عربی بود اون رو در اینجا به معنی قوت، قدرت معنی کرد. دمیش اینو گفت به شاه. حالا نظم، یه نظم آورده. سحرخیز اویان ای اهل غفلت، سحرخیز اویان ای اهل غفلت که توغه باشنا تاشمش تا شمس دولت. که توغه دوغا که توغه باشنا تا شمس دولت. ارنler sübhdem erdi futuha نسیمیندن اریشور فیض روحه. حالا اینجا نگاه کنید، گفتم همونطور که عرض کردم خدمتتون این نسخه اول کتاب هستش. نویسنده اصلی این رو داره مینویسه، در نتیجه تلاش کرده که یک کادر بکشه، داخل کادر این 4 مصرع رو جا بده، ولی کادر رو کشیده نتونسته جا بده، یکی از مصرع‌ها بیرون مونده. شعر جالب هستش، اینو یه بار دیگه بخونم. سرخیز الاویان ای اهل غفلت که توغه باشنه تا شمس دولت. ارنler süpütem erdi futuha نسیمیندن ریشور فیض روحه. خب اینجا تموم میشه، با یه لطیفه دیگر شروع میکنه. اونجا اینجا لطیفه من فکر میکردم یه چیز خنده‌داری باشه، البته یه مقدار خنده هم هست توش، ولی بیشتر به نظر یک نکته ریز معنی داره. لطیف یه چیزی که خیلی نرم و حتی گاهی وقتا دیدنی نیست. لطیف مثلا خیال خیلی لطیفه ولی دیدنی نیست. ما تصور میکنیم، البته میگیم دیدنی هست ولی لمس کردنی نیست. ولی مثلا میان به پارچه های خیلی نرم و چیزی که میشه اون طرفش رو هم دید بهش میگن لطیف. یعنی یه جوری که بشه اونور پرده رو هم دید، اونور ماجرا رو هم دید، بهش میگن لطیف. اینجا این 2 تا معنی رو استفاده کرده برای لطیف. حالا لطیفه hikayet ederler ki bir şeyhün bir neçe muridleri var idi. İçlerinden، من اینو ایچ میخونم، حالا یه چیزی اینجوری یه الف رو یه جوری خط کرده که اینگاه چیزه. içlerinden birine tavelci dede derlerdi. adı tavelci بوده. این davalci با تی دست دار نوشته، مثل ده هستش. داولجی درده، احتمالا قاوالچı، احتمالا نمیدونم تاولجی چه معنی داره، داوالجی چی هستش. شاید هم داوارجی اگه باشه به معنی کسی که دارای مال، مثلا چوپان مثلا، ولی این نیست. به نظرم که کسی که دایره میزنه و اینا یه چنین چیزی باشه، نمیدونم. birine تاولجی دده درلردی. دده هم بهش میگفتن، آدم مهمی بوده. درسته که چیز بوده، به هر کسی دده نمیگن در زبان ترکی. باید در یک چیزی سرآمد باشه، سرآمد روزگار باشه، بهش بگن دده. لاابالی مشرب و دیوان مذهب شوریده آشفته ارعیدی. حالا این دده چی بوده؟ ببین گفتم که چیز باشه. لاابالی مشرب و دیوان مذهب شوریده آشفته ارعیدی. یه آدم اینجا به معنی مرد جنگجو. حالا میگه لاابالی بوده دیگه. حالا لاابالی کلمه عربی هستش. حالا من اینو بذارید گوگل بکنم ببینم معنیش چی هست، برای اینکه در زبان فارسی هم این خیلی کاربرد داره، ولی
نمیدونم که آیا بذارید ببینیم لا ابالی یک کلمه لا ابالی هستش. حالا اینجا گفته که خودش چیز کرده، دیکشنری آباندیس رو هم گفته مترادف لا ابالی، بی بندوباری، بی همیت، بی غیرت، بی کار، لا قید، لش. برابر پارسی بی بندوباری، بی نه اینا. حالا اینجا اینو گفته، همینم هست به نظر میاد، ولی بذار ببینیم آیا ده خدا چی گفته. ده خدا هم گفته لا ابالی، او الف رو با او اومده. بله، جمله فعلیه صیغه متکلم وحده از مضارع. نگاه کنید حالا اینجا این انسان ترک خیلی دقیقه، انسان ترک خیلی دقیقه و ده خدا ترک قزوین هستش. درسته به زبان فارسی خدمت کرده، ولی به هر حال بسیاری از ترک ها بودن که به زبان‌های مختلف خدمت کردن، از جمله ده خدا هم زیگه ترک بوده. این توانایی انسان ترک رو میرسونه به نظر من. لاابالی جمله فعلیه هستش، صیغه متکلم وحده، یعنی من دارم الان صحبت میکنم، من که دارم صحبت میکنم لاابالی، من دارم میگم که من لاابالی هستم. متکلم وحده از مضارع به معنی باک ندارم. نگاه کنید معنیش اینه، نمیترسم، نه ترس هستم. هؤلاء الی الجنة ولا ابالی و هؤلاء الی النار ولا ابالی. حالا یه حدیث قدسی هستش که یه حدیثی یه کسی گفته، حالا به چه کسی مربوطه، چه کسی این حرف رو گفته هؤلاء اینها الی الجنة، اینها میرن به بهشت، ولا ابالی برای من مهم نیست جنت، و هؤلاء الی النار ولا ابالی و اینها به جهنم میرن، به آتش میرن و من برای من مهم نیست. اینجوری نگون معنیش رو اینجا حالا یه ترک معنی میکنه. ببینید چقدر فرق داره. حالا برگردیم دوباره کتابمون رو از نو شروع بکنیم به خوندن کتابمون. میگه که لا ابالی نترس بوده، لا ابالی مشرب و دیوان مذهب. دیوانه ها خیلی اهمیتی به قضاوت انسان ها نمیدن، اینکه انسان ها درباره من چی میگن، این سرشو شونه کرده، ریششو زده نزده، لباسش تمیزه تمیز نیست، نمیدونم چه جوری غذا میخوره، چه جوری راه میره، کجا کار میکنه، کارش چی هست، اینا براش مهم نیست. برای دیوانه قضاوت دیگران مهم نیست. اونی که خودش راحته و لذت میبره دنبال اون هست. یه وقت هستش ممکنه وسط کوچه بیفته روی خاک، دراز بکشه بخوابه. یه وقت هستش میره با بچه ها بازی میکنه. یه وقت هستش که میره تو آب میپره، تو گل میپره، گل بازی میکنه. در این حالی که بزرگه اما ممکنه کودک باشه. یعنی ممکنه که از نظر ظاهری بدن و قیافه و سر و ریش و لباس و اینها بزرگ باشه، اما داخلش بچه هست و بچگی میکنه. اینجا رو داره میگه. شورید مذهب آشفته عریدی، خیلی یه مرد جنگنده هم بوده. همون کلمه که لاابالی رو معنی کرد. دیوانگی tuttukça، وقتی اون حالت دیوانگی بهش دست میداد، tuttukça یعنی زمانی که در طول زمانی که دیوانگی بهش دست میداد چیکار میکرد. خیلی داستان جالبی شد، بریم بخونیم. bir köhne tavali var idi. یک تاول کهنه داشت، همین گاوال، من به نظرم گاوال رو تاوال میگه، گاوال داشت. گاوال در ترکی اون دایری هستش که در موسیقی میزنن و حالا اینا. الینه آلوب کندو چالار، بله همونیه که من فرض کرده بودم. این به دستش میگرفته و این رو بهش ضربه میزده و کندو oynardı. حالا خودش میزده، خودش هم میرقصیده. Sair dervişler bunun bu halinden bir huzur olup her biri şeyhe yanardı. هر بیری برای شیخ میسوختن، yanardı. یعنی دلشون برای سوخت دلشون میسوخت، ولی خیلی زیبا میگه که خودشون میسوختن. هر بیری شیخه yanardı. هر کدومشون برای شیخ آتیش میگرفتن. خیلی جمله خیلی زیبا، تشبیه خیلی زیبا. من
چقدر با تشبیهات فارسی آشنا هستم، حیف این با تشبیهات ترکی آشنا نیستم. چقدر عمرم رو از دست دادم، با این تشبیهات بیگانه شدم. متاسفانه بسیاری از دوستان ما هم که با ادبیات کتاب‌های جدید می‌نویسن، با ادبیات قدیمی و با فرهنگ و تمدن، بگیم تمدن مکتوب و فکری ترک‌ها و احساساتی ترک‌ها، تمدن احساساتی ترک‌ها آشنا نیستند. در نتیجه از اینها استفاده نمی‌کنیم. نگاه چقدر بی حضور و لب هر بری شیخه یانارده، هر کدوم جداگانه برای شیخ می‌سوختند مثل شمع. نگاه کنید عمق معنی رو. میبینیم که یکی دیوانه هست، همه ما میسوزیم در درون ما. نظم. حالا یه شعر داره میگه عقله سığmaz canda در ماوی عشق. عقله sığmaz candadır ماوی عشق. ماوی اینجا به معنی آبی احتمالاً باشه. عقله sığmaz candadır ماوی عشق. رنگ عشق آبیه اینجا میگه. اون عشق آبی به عقل نمی گنجه. عقله sığmaz. sığmak پناهنده شدن هم همینه دیگه. sığınmak یعنی پناهنده شدن، پناه بردن. عقله sığmaz در عقل جا نمیگیره. candadır ماوی عشق. اون عشق ماوی در جون هست. حالا ببینید عشق رو ماوی کرد. ماوی به آسمان میگن و به آب میگن، رنگ آب، رنگ آسمان. برای اینکه میگه عشق مثل آسمان و آبه که ماویه و بیکرانه و عقل یه چیز کوچکتر از عشقه. bir eder afaki pur eder afaki pur eder afaki هوی های عشق. اون آفاق رو دوباره آسمون ها، اون آسمان آبی رو، عشق آبی اون آفاق رو چیکار میکنه؟ پر میکنه. اون که آسمان ببینید این خیلی تشبیه زیباییه. اون که آسمان آبیه اون عشقه، چون که عشق شد ماوی آسمان. میگه پر ادر آفاقی هوی های عشق. اون ناله و های هوی عشق اون آسمان رو رنگ میزنه. خیلی شعر فارسی نمیرسه به این چیز، به این فکر، به این احساس، به این عمق و گسترش معنوی. شعر فارسی نمیتونه بره. نه حافظ رسیده به این تا اونجایی که من خوندم، نه مولانا رسیده حتی در زبان فارسی به این نمیرسه. عقله sığmaz candadır ماوی عشق پور eder آفاقی هوی های عشق. کاه نوم کاه تلالادر تلعلادر اشی. گاه نوم گاه تلالادر اشی. بل عجب سودایمش سودای عشق. گاهی میخوابه عشق، گاه نوم عربیه، گاه نوم گاهی تلالا، گاهی تلالو درخشانی. گاهی میخوابه عشق، گاهی درخشان میشه. گاهی نوم گاهی تلالا در اشی. عشق نگاه کنید خیلی این معنی رو هم در زبان فارسی من ندیدم تا الان که بیاد بگه عشق دائما انسان عاشق دائما عاشق نمیشه. یه زمانی این عشقش میره تو خواب، یه زمانی هم بسیار درخشان میشه. گاهی نوم گاه تلالا در ایشی. بل عجب سودایمش سودای عشق. عجب سودا و حالا سودا اینجا به معنی آلور. عجب سودای کار عشق، سودای عشق. Şeyh dahi ona آگاهیدür. شیخ dahi آگاهدür یا آنادور که احتمال اینجا آنادور یعنی آنادور تشدید نداره، ولی من این رو با کاف نوشته برای همین من آگاه خوندم، ولی دیدم ه نداره. آنادور یعنی آناده،
anlamak. Şeyhdeki anladır ki hay tavelci dede şeyhdeki احتمالاً اینجا şeyhdeki این شیخ چیز اصلی که این شیخ دیوانه هم مرید اون بوده şeyhdeki anladır ki hay tavelci dede birisinin yoldaşlık zühdü takva ehli kişilerdir. Kişiler dersinin sevdaki gılmezler. این شیخ فهمید که آنادور که های تاولجی دده اون هاولجی دده که داره این دایرهش رو میزنه و رقص میکنه و میخونه های اون هایی که در دلش هست داره تو این تاول زدن خودشو نشون میده و میرقصه اون هایش اونه های تاولجی دده bu senin yoldaşlık ya bir senin yoldaşlık zühdi takva ehli kişilerdir senin sövdani gılmezler. میگه این های هوی این فهمید که های هوی این bir senin ya bir kişinin yoldaşlık zühd و takva ehli kişilerdir senin sevdaki gılmezler. این sevdایی که تو داری مثل اون نیست. گلمز انجام دادنه، انجام ندادن. گلمز چون منفیه، گلمزلر یعنی انجام ندادن. ولی اگر قلمزلر بخونیم یعنی قالماز یعنی نمیماند. قلماز و قالماز نگاه کن خیلی به هم شبیهن اما بسیار متفاوتن معنی. قلماز یعنی انجام ندادن، مثلا نماز قلماز یعنی نماز نمیخونه. قالماز یعنی نمیمونه، انجام میده. Yolundan qalmaz, işindən qalmaz, eşqindən qalmaz, sevdiğindən qalmaz. Hala این yolundan qalmaz خیلی مشهوره. Hoyahayı ki istemezler, tabl o üzünden geçerler. میگه حالا دیگه ترجمه نکنم نمیخوام ترجمه. هویهایی که istemezler, tabl o üzünden geçerler. Ahir sana bundan ötürü bir iş geçerler. Onların içinde حالا بون مد حرکت اینجا یه چیزی نوشته که نمیتونم. Bu resmi hareket etmez. Etme. و حالlerin incitme. حالا شیخ داره بهش میگه که اینها تو رو نمیتونن درکت بکنن و اینها دیگه در میان اینها این کار رو نکن. آنların içinde bu resme hareket etme و حالlerin incitme و اونها رو پریشان حال نکن. اول وقتی که göklün müsterib و sevdan galip ola var bir خلوت yere kendi deminde ol. حالا وقتی که اون حالت شور و عرفانی بهت دست میده برو یه جای خلوتی اونجا دم خودتو ببین. کندو دمینده اول. اون دم میدونی که این هوایی که میدیم بیرون اونه. یعنی دم خیلی کتاب خیلی با کلمات زیبایی داره. واقعا یه جورایی احساساتم میاد چشم میخواد بزنه بیرون با عشق بیاد بیرون. خیلی کتابه پرشور و سوداییه. احتمالا اونجایی هم که سودا خوندیم اونا رو باید سودا میخوندیم یعنی عشق. بول عجب سودایمش سودای عشق. سودا سومک. عجب عشق یک سودایی بوده. اون سودا رو که من خوندم به معنی فارسی خوندم. خیلی به نظرم جالب در نیومد. حالا که دارم میبینم درستش اینه که باید اینجا رو گفت. شعر رو برگردیم دوباره بخونیم ببینیم. عقله sığmaz can
جانده دور ماوی عشق، یا معوای عشق حتما میشه خوند، ولی ماوی بهتره. معوا هم میشه خوند چون که اینجا یه همزه هم احتمال میدم که باشه، میتونیم معوای عشق. اینجا معوا باشه یعنی خانه عشق. پر ادر آفاقی هویه های عشق، گاه نوم گاه تلعلولا در ایشی، بول عجب سودای مش، سودای عشق. نگاه کن این سودا خیلی از این سودا معنیش بهتره که در فارسی ما از من فکر می‌کنم اون کلمه سودا که در فارسی میگه همین سودا هستش، سودای عشق. اینجا نتونستن بگن سودا، گفتن سودا، در حالی که سودا یک نوع حالا میگن یه چیزی بلغم و سودا و از اینها باید باشه، ولی حتی سودم باشه اونم بازم سومک هسته که سود، سو احتمالا رفته شده سود. احتمال میدم که برای اینکه ما اون سود رو سودا خرید فروش کردن، از سود من از کلمه سومک شروع خرید شد، برای اینکه دوست داری یه چیز رو به دست بیاره. یه سودا، یه چیزی رو سودا، حتی خرید فروش هم بذاریم باز هم یه چیزی رو دوست داری که میخواید یه چیزی بدید، یه چیزی بخرید. سودا اگه به اون معنی هم بگیریم بازم همینه. بس در این سودا به نظرم درست در میاد. حالا زهد و تقوا اهلی کشیlerdir. Şeyh dahi anladır ki hay tavelci dede bu senin yoldaşlık zühdü takva ehli kişilerdir. Sen sevdaki gılmezler. Senin sevdani gelmezler. Gılmezler هم میتونه باشه، gelmezler هم میتونه باشه. Huy hayini istemezler. Tabl o yüzünden geçerler. Ahir sana bundan ötürü bir iş geçerler. یک کاری برات انجام میدن. bir iş geçer. یک کاری برات انجام میکنن. Onların içinde bu resmide hareket etme ve hallerin incitme. Ol vakti ki gönlün müsterib ve sevdan galip ola var bir خلوت یره. کندو دمینده اول. حالا دم تو بگیر، اون نفس خودتو، اون روح خودتو بگیر. kendi deminde ol. Ne bunlar sana mane olsunlar ve ne sen bunları bir huzur kıl. Meğer şeyhin sahrada bir tarlası var idi. داره من خودم ندیدم داره چی هستش، ولی یه چیزی مثل بین گندم و برنج باشه، یه چیزی گردمانندی باشه که میکاشتن و این رو آرد میکردن، مخلوط میکردن با آرد جو یا گندم میخوردن. اسمش داره بوده. حالا اینجا با ت دستی دار نمیشته. bir تارلسی زمین. تارله در زبان در ترکی که استانبول الان میگن ترکیه استانبولی میگن، ترکیه استانبولی نیست، در اصل این ترکیه عثمانی هست. bir tarlası یعنی زمisi var idi. Gırk canavar, ehtimalen gırk başı. Gırk canavar için, den hifz için, gırk canavar için, den hifz için her gece bir derviş beklerdi. میگه حالا این گرخ میتونه باشه نباشه، ولی به هر حال اینجا میگه که احتمالاً گره باشه، احتمالاً گره جانوری، چون احتمالاً این گره نوشته، گره قاف ره. اگر این باشه یعنی گرخ، میشه گرخ خوند اینو. احتمالاً گره رو هم اینجوری نمیشه، گره شده، گره جانوری، چون مثلا اینجا گره جانور için, den hifzi için, canavar için,
دن حفظی، چون حفظ اون دونه ها. دن اون حالا دن رو بگیم چی؟ مثلا ما به بغداد یا به جو یا به نخود یا به ماش یا به هر چیزی که دونه هستن میگیم دن. اسمشو نمیگن، یعنی وقتی اسمشو نمیگی میگی دنیموار، آرت. یعنی آرت یعنی این رو آردش بکن. Benim denimin nöbetidir. Den hifz için her gece bir derviş. حالا نگاه کنید دوستان، اگه دقت بکنید غلط‌های املایی بسیار زیادی داره، برای اینکه نسخه اولیه است دقت نمی‌کنه که چجوری می‌نویسه. مثلا من بسیاری از کلماتی که غلط نوشته شده رو دارم تشخیص میدم. مثلا اینجا درویش نوشته بیر دویش، همون درویش رو می‌خواسته بنویسه، ولی چون می‌خواسته به سرعت فکرش برسه بعضی از حروف و کلمات رو فراموش میکرده که تا الان نشون دادم. بیر درویش بکلردی، نوبت میکشید اونجا، یکی نگهبانی میداد. اتفاقی نوبت تاولجی ددیه گلور بیر دخی یا بودخی. یک بار نوبت به طور اتفاقی یا تصادفی، اتفاق اینجا تصادف، هر دوتا عربی هم تصادف هم اتفاق. نوبت تاولچی میشه قاوالچی، ددیه گلور بودخی. حالا این داستان رو میخونیم بریم صفحه بعد که نمیخوام کل کتاب رو بخونم. خوب خوش دیگه فرصت صحرا و خلوت دیگه تبلین بغازنه توگوب، بغازنه توگوب اینجاش میذاره این تبلشو دیگه. تبلین بغازنه، بغاز گلو، بغازنامه هم گفتیم که اینجا رو مثلا بگیری خفش بکنی. بغازنه توگوب عزم صحرا گلور. نوبتش بوده، تبلشو بر میداره میندازه گردنش، پوغازینه گردنش میره صحرا، عزم صحرا گلور. گلماق همون که عرض کردیم یعنی انجام دادن. عزم صحرا گلور یعنی به طرف صحرا حرکت کرد. ابیات اشعار okuyup gelir. Kendi söyler. Tarlaya yagin. tarla همون که tarlaya yagin. اینجا یقین نیست، یاخن. tarlaya yagin اردیجده. اینجا اری یعنی رسیدن، cikde. Ercide تبلین çalmağa و başın salmağa. başın salmağa. تبلشو بزنه و سرشو اینجوری درویشو میکنن اون کارو بکنه. تبلین çalmağa و başın salmağa başlar. مگر ترلایه. حالا اینجا دوباره یه چیزی رو نوشته، بعد که فهمیده غلطه روش خط کشیده. ترلایه tarlanda bir köşesinde bir alay gere canavar girmiş. alay یه تعدادی. آلانیز یعنی با دستتون بیاد. یه دسته حیوان وارد اونجا شده بوده. میگه این داشت وقتی دارشه به مزرعه نزدیک میشده این تبلو میزنه و شعراشو میخونه بلند تام دادام دادام تام دادام دادام تام دادام دادام و شعرشو میخونه. یهو çalmağa و başın salmağa başlar مگر تلاده. حالا اینجا دوباره عرض کردم غلط‌های املاییشو میشه فهمید. مثلا اینجا ترلانده یعنی اون مزرعه. در مزرعه bir گوشesinde bir alay. alay یک دسته، احتمالاً 12 تا باشه یا بیشتر باشه نمیدونم. bir alay gere canavar. gere سیاه، گره جانور girmişiymiş. نمیدونه اینگار که در یک قسمه از این تارلا یه دسته جانور سیاه رنگی اونجا بوده، احتمالاً دوغوز بوده، احتمالاً ایمش. همان تبل üzünden. دوباره اینجا نگاه، üzünden رو او آزünden. اینجا یه الف اضافه داره. üzünden یا
آوازیندن هم میتونه باشه. همان طبل آوازیندن این میتونه باشه. آواز اگه بخونیم این رو آواز ترکی هستش دوستان، این که در فارسی هستش آواز. آواز بلند به معنی بلند هستش. آواز. Avazından ürküp. Ürkmek یعنی ترس نیست. ürkmek یهو یه اتفاقی، مثلا یکی هوپ میکنه به شما و شما یهو میپرید. ürkmek به این میگن، نه اینکه به ترسه. این یه عمل ناخودآگاهانه است که نسبت به شما اتفاق میفته، شما یهو از جاتون میپرید. Ürküp geçerler. O yurda türmeyip کوه صحرالر geçerler. اونها در اون منطقه یورد اون وطن، اون زمین، در اونجا نمونن و به کوه و صحرالر geçerler میرن. القصه sabah davulcu dede gelip gider dervişlerle buluşup hizmeti tamam olduğun arz eder. Şeyh eder. Tabelçi dede bu gece tarlaya hiç canavar geldi mi? Tabelçi dede eder. Sultanım, buradanki teblim çala vardım. Buradanki یعنی از اینجا که حرکت کردم. buradanki teblim çala vardım idi ve irliyu oynuyor ve irliyu, این نمیدونم چه، وایرلیو و ایرلیو oynuyor طرایه یگن اردم و ایرلیو احتمالاً حالا احتمالاً نمیدونم چیه. ایرلیو احتمالاً رقصان، جنبان. oyna در حال رقص. tarlaya یگن اردم خبر داشتم، خبریم yok. tarlaya bir bülük جانور girmiş. اونجا بالا گفتش که چی گفت؟ بالا گفتش که bir alay. بالا alay گفت. نگاه کنید اینجا بلوک گفت. bir بلوک. بلوک به معنی دسته، حزب، گروه هستش. bir bölük کجا رسید؟ vardım خبریم yok. Tarlaya bir bölük canavar girmiş. Hemen teblüm avazi kulaklarına girdi. Onlar خود bir bölük sufi töküzlermiş. میگه خود اونها یک بلوک صوفی تüküz. البته اینجا تüküz نوشته، تüküzlermiş. احتمالا همون دوغوز مثلا باشه که توکوز نوشته، توکوزلر با تی دسته دار. دوغوز، توکوز. احتمال میدم همون دوغوزلر باشه. توکوز. تونوز هم میتونیم بخونیم، که رو نون بخونیم میشه تونوزلر، میشه همون دیگه. دوغوز. تونوزلرmiş. Her biri bir yana kaçıp tağıldılar. یعنی جدا شدند، رفتند، پراکنده شدند. داغلماق یه چیزی که مثلا فرض بکنید یه تسبیح داریم دستمون، این پاره بشه، همه این دونه ها پخش بشه زمین، به این میگن داغلماق. پراکنده شدن نیست، خیلی عمیق تره. داغلماق، تاغıldı، پخش شد همه جا. این به معنی پخش شاید باشه. تاغıldılar. اگر tözlerdi یا ölme girerlerdi. اگر tözlerdi یعنی اگر düzler، یعنی düz. من نمیخوندم، تبلیغ نمیزدم، اینا روبروی هم میومدیم. tüzlerdi یعنی düzlerdi، یعنی اگر روبرو میشدیم، با هم مواجه میشدیم، به روی هم میومدیم، جلوی هم پیدامون میشد. tüzlerdi یا ölme girerdi یا که önüme. دوباره اینجا önüme یعنی جلوی من پیداشون میشد. تابلم
çoğma gıyre tulum 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 edince girişerdim. میگه حالا با اینا روبرو، حالا نمیدونم این تلوم تلوم چی میشه، یعنی انگار مثلا تام تام مثلا میگه تلوم تلوم ادینجا، یعنی صدا اینجوری صدا بکنم گیرشردم، با اینها درگیر میشدم. یک خمار، خیلی داستان کلمات جالبی داره، میخوام یعنی این صفت و موصوف هایی که به کار میبره، این توصیف هایی که در این جمله ها به کار میبره خیلی زیباست، عاشقانه است، یعنی واقعا بی‌نظیر از نظر این صفاتی که به کار میبره. گیرشردم یک خمار سودن گلینجه. احتمالا خمار همار باشه، تا خره از آب بیاد. یک خمار سودن گلینجه düşürdüm. میگه تا خره از آب برگرده بیاد من میافتادم، یعنی میگه تا یکی بیاد کمکم بیاد من میمردم دیگه. یا صوفیlerin kitin anlardan، حالا اینجا یه چیزی گفته که یا صوفیlerin kitin anlardan aldım. Kin'in احتمالا این کین باشه، یا صوفیlerin kinin anlardan aldım. کین و انتقام صوفی ها رو از این حیوان ها گرفتم. هر birinin anladım ya anladım. Her birinin analdin dedim. Ya خود onlara tablüm avazın okat dildim. Ok atıldım احتمالا باشه در. حالا گفتش که این anladیدم یعنی بهشون فهماندم. anladیدم، حالا اینو باید anladیدم بخونیم. هر birinin anladیدم یا خود onlara tablüm avazın okatlıydım. Okatlıydım، ok atmak یعنی انداختن تیر. یکی این میتونه باشه، آواز دهلم را به اونها پراندم، تیر انداختم. ok دلدیدم یعنی پراندندم، یه چیزی نمیدونم به فارسی چجوری ترجمه میشه کرد. میشه اینجوری خود، یا اینکه خود حتی میشه این رو یه جوری خون که انگار مثلا آوازم رو به گوش اونها رسوندم، اینجوری هم میشه باشه. حالا ازش بگذاریم. خیلی کتاب جالب و پرثمریه برای اینکه انسان‌ها بتونن در زبان ترکی کتاب خوبی بنویسن. حالا اینجا یه صفحه اومد شانسم که یه منظوم یه شعر رو گفته، خیلی هم ازش نیست. بله، یکی دو صفحه پایین‌تر یه شعر بلندی هستش، اینو بخونم. خیلی هم بلنده، یعنی 3 صفحه‌ای یه شعر 3 صفحه‌ای هستش. منظوم دیوان، حالا اینجا احتمالاً عوضی باشه، چی باشه، یه دیوان یه آدم خاصیه. منظوم دیوانه عوضی. مگر واریدی bir divane غوز که uryanlıktan olmuş cismi رنجور. احتمالاً غور، مگر واریدی bir divane غور که uryanlıktan olmuş cismi رنجور. یا تردی دایما bir غار içinde وجودی خستlikten خار içinde. حالا اینجا بعضی چیزا رو نمیتونم بخونم، خیلی خطا تو دل هم رفته، کلمه تو دل هم رفته، نمیتونم، فقط از طریق ذهنی حدس میزنم که اینجوری باید خونده باشه، ممکنه غلط بخونم. تروپ bir gün dedi ey خالق الناس demidir ilgil ben guri elbas غوری الباس یا خوری الباس. دمیدür
نل یا الگل. حالا این کلمه رو خیلی تو زبان ترکی در کتابا میبینم. الف یه ل کل دوباره اینجوری باید نوشته بشه. الف یا لام کاف لام الکل. مثلا باید اینجوری خوب، ولی احتمالاً النل باشه، یا من قبلا اینو مثلا یه چیزی حالا نمیدونم. دمیدر الک بن غوری الباس. احتمالا اینجا خوری اللباس بتونیم بخونیم، یعنی که ولی مثل غو نوشته غ، ولی احتمالا بتونیم خوب بنویسیم، یعنی لباس بسیار بد. خار از خور و خار که میدونیم در ترکیه هستش. اگرچه غور، البته اینجا اومد در سطر بعدی غور نوشت، مجبوریم اون رو غور بخونیم. پس تروب bir gün dedi، تروب durmak، دروب bir gün dedi ey خالق الناس. الناس اینه الف نام داره. ای خالق الناس دمیدر الگل بن غوری الباس. الباس اینجا الباس نوشته، ناس نیست اینجا. اگرچه غورلقدن اتمزم آر. اینجا غور همون خار معنیه، هر دوتا رو میره. اگرچه غورلقدن اتمزم آر utanmaram، ولی پوشش گرک در جسم ناچار. ناچار باید چشمم یه لباسی، جسمم یک لباسی داشته باشه. تو تالم gelmeye benden bu ابرام. تو تالم gelmeye benden bu ابرام. بگیریم داره با خدا درد دل میکنه، میگه حالا بذاریم که من اهل این کار نیستم که برم کار کنم لباس بخرم. تو تالم gelmeye benden bu ابرام، یا بله bu ابرام. گنی انصاف و لطف و فضل و جا لطف و خواه. گنی انصاف و لطف و فضل و جاه. ندای غیب عرب dedi ki ey غور seni kıldımsa bu bir خاری رنجور. çıkıp al aftabımdan benim tab. تنون اشک غمیله اتم غربگه آب. dedi یارب بدر bilsem bu buyruk. dedi یارب بدر bilsem bu buyruk. çeşinden gayri yok mi hamin artık. çişinden gayri yok mu hamin ayrık artık. dedi یارب بدر bilsem bu buyruk. çişinden gayri، çişinden از من، çişinden gayri yok mu hamin artık. zehi lütfi mürüvvet barikallah. zehi cud futuvet Allah Allah. cevap verdi ki bir hafta dahi var. bu derde sabri kıl ey غور بیهار. یا احتمالاً ای غور بیار. حالا اینجا حتی همارم میشه خوند، یه حالت میمی دارم اینجا میبینم. verin bir cübbe ki ol cübbetül bird. verin bir cübbe ki ola cübbetül bird. ciyersen vermeyip bir cübbeyi ferd. tamam oldu çu hafta geldi bir pir. getirdi bir pelas kohne delgir. var idi pinesi 100 yerde artık. görünür pembeden gayri yeri yok. پینه‌den غیری yeri yok. خیلی نگاه کن چی شد. var idi pinesi 100 yerde artık. görünür پینه‌den غیری yeri yok. این پارچه‌ای که همراهش هستش اونقدر بهش وصله زدن که جز وصله چیزی نیست، همش وصله هست. خیلی زیبا، خیلی زیبا. görüp ol dahi bu دیوانه زاره. حالا اونی که اومده درویشی که اومده با این زیراندازی که همش وصله هایی هستش به هم دوخته، görüp ol dahi bu دیوانه
زار دهی بتر علوب زار دلفگار. حالا دل غمگین شد، این که دید اون هیچی نداره این داره، خیلی غمگین شد. دیدی آنا ای کار ساز جمله بی کس. Bu hafta içre bu میدی اشیده بس. حالا این برگشت به الله شکایت کرد. دیدی که ما ای کار ساز جمله بی کس. این که ما دارم اینو میخونم، یعنی احتمالا همون نا هستش، آنا الف نداره، غلطه به نظرم. دیدی آنا به خدا، به الله گفت ای کار ساز جمله بی کس. bu hafta içre بوی میدی işte بس. هم که امید دادی همین بود. نخوش o sınmayıp oldun elden koymadın. نخوش usanmayıp خسته نشدی، خجالت نکشیدی. داره با الله صحبت میکنه. نخوش usanmayıp elden koymadın. Üşünmedin bunu yer yamadın. Üşünmedin yani çekinmedin. خسته نشدی. üşenmedin احتمالا. üşenmedin bunu yer yamadın. Yamak کردن یعنی دوختن. yamadın. خیلی کلمات ترکی که فراموش کردم رو یادم میاد. کم öğretti sana bu pine دوزی. kim، حالا اینو با kim بخونیم. kim öğretti، گفتم که قبلا öğretti در ترکی لهجه های مختلف بین ر و گ تغییر میکنه. ما میگیم öğretti در ترکیه امروزی میگن، در عثمانی میگفتند öğretti. بین ر و گ تغییر میشه در لهجه های مختلف ترکی یا در خود ترکی. kim öğretti sana bu pine دوزی. bu شب کار میدür یا کار روزی. شب کار میدür، آیا کار شبانه بوده که ندیده چشمش رنگها رو همینجوری کنار هم دوخته، یا کار روزی؟ یا کار روزی یعنی روزانه کاری بوده، کار روز انجام میداده، یا اینکه روزی، اینجا روزی به معنی رزق و روزی. Bu resmidir zeylün kimse bilmez. Bu resmidir zeylin kimse bilmez. Bu suretli yamalar لمسه قلمز. احتمالا اینم kimse باشه. bu suretler yamalar، bu suretli yamalar لمسه قلمز. اگلسن çoktan اسکجی کماهی. این کماهی بالا هم یه جایی بوده کما، دیدی کما ای، همین اینجا اون بالا که کما بود دیدی کما ای کارساز جمله بی کس، همون اینجا این کما اینجا، ولی اینجا بهتر نوشته، اونجا خیلی خوب دیده نمیشد. آنلسن çoktan اسکجی کماهی bu خرگه گنگی şeyhündür ilahi. Kemahiye. Kemahi bu xırqa gengi şeyhündür ilahi. Hünerler arz edip ey kamil ustad. Uğurladın bizi ki aferin bad. Ağırladın، ببخشید من uğurlamak خوندم غلطه. Ağırladın bizi. Ağırlamak یعنی حالا اینو چجوری ترجمه بکنم؟ ağırlamak یعنی سنگینی. ağırlamak سنگین وزنی رو وزن کردن. حالا یه مهمونی میاد، شما میرید پیشوازش، ازش پذیرایی میکنید. مجموعه این کار، پیشواز اون پذیرایی میشه ağırlamak. خب اینو نمیدونم به فارسی چه ترجمه بکنید. فارسی خیلی علیل و ذلیله در مقابل زبان ترکی. ağırladın bizi ki آفرین باد. تو از ما
پذیرایی کردی، آفرین بر تو. گل ای دل بوشیش için چی اینجا حمایت غصه، اینجا یه چیزی نوشته که نمیدونم چیه، خیلی قاطیشمیش شده با چیز. گل ای دل بوشیش için حمایتün غصه چی نمیدونم، bu زیبا قصدن اخزیله حسه، bu زیبا قصدن اخزیله hisse. Bu sözler gerçi mecnunundur, mecnuniden revadır. Bu sözler gerçi mecnuniden revadır. Veli akil diyecek hatadır. Tefekkür felsenin tefekkür felsin ama hal alem. Tefekkür felsin این چی میتونه باشه نمیدونم، این فلس چی میتونه باشه؟ فلس قلسن، احتمالا این قلسن، تفکر قلسن اما حال و عالم. تفکر قلسن قاف، حالا اینو باید من ف نخونم، ق بخونم، قاف لام سین که میشه نون. تفکر قلسن اما حال و عالم، همین بو قصه ای والله اعلم. شعر ادامه داره که دنیا اهلینی bir لحظه söylet یعنی به سخن بیار، فعل متعدیه. این در زبان فارسی نمیتونه گفتن، نمیتونه به گفترندندن نمیشه. دنیا اهلینی bir لحظه söylet، تمامی انسانهای روی زمین رو برای یه لحظه به سخن در بیار. حالا بیا این به سخن، اهل دنیا رو به سخن در بیار رو تبدیل کن توی کلمه bir لحظه söylet. اگر bir şükür ederse bin şikayet. اگر bir şükür ederse، اگه یه شکر بکنه در مقابلش 1000 تا شکایت میکنه. bin şikayet. kimisi nar فقریyle tutuşmuş. خیلی زیبا. birisi nar فقریyle tutuşmuş. یکی tutuşmak دوستان، به یه چیزی آتیش بزنید آتیش بگیره ولی هنوز کامل نسوخته، کامل آتیش نگرفته ولی داره آتیش میگیره دامنشو. مثلا یکی مثلا فرض بکنید که یه، چی بگم که بتونید تصور بکنید، یه مجسمه ساختن، لباسی تنش کردن، این لباس رو آغشته به بنزین بکنید، شما از پایین آتیش بزنید، از دامن پایین لباس آتیش بزنید، این آتیش گرفته دیگه، خیلی قابل خاموشه، آتیش میگه. ببین توتوشموش اینه، کمیسی نار فقریله توتوشموش، یکی با آتیش فقر آتیش گرفته، توتوشموش شده، یعنی غیر قابل خاموشیه. kimi بحری غنا در دینه düşmüş. kimi بحری غنا در دینه، حالا یکی هم به درون بیماری غنا افتاده. اینجا شعر رو تموم میکنه، شعر بعدی رو شروع میکنه. ببینم که ادامهش هست یا نه. یه ستون وسط خالیه. مذهب جاملر بیل اول پلاسی. برگشت، حالا برگشت دوباره همون داستان دیوان درویش ها رو. مذهب یعنی ذهب در زبان عربی به معنی طلا هست. ذهب رفت، طلا بازم ذهب هستش، یعنی میاد و میره. ذهب میره از دست، نمیمونه. ذهب یعنی طلا رو شما نمیتونید بخورید، این یه روزی از دستتون میره، یا میمیرید میره، یا دوز میزنه، یا بالاخره یه اتفاق از دست خارج میشه. این هستش. مذهب جاملر بیل اول پلاسی، اون پلاسی که 1000 دوخت شده بود و 1000 تکه بود و هر تکه‌ای وصل شده بود که به هم نمیخوردن، میگه اون رو مذهب، طلا بدون، طلاکاری بدون. مذهب جاملر بیل او پلاسی، اینگار طلا دوست شده. ندن انسان توب نقد لباسی، نلر انسان توب نقد لباسی.
اینو خیلی معنیشو متوجه نمیشم. من اینو نلر خوندم، ندن انسان توت نقد لباسی. چرا انسان باید لباس نقد رو بگیره مثلا؟ نمیدونم. Bu fakir tunları gulameyi تراد زاد، احتمالاً گلامقی زاد، نمیدونم. Bu fakir tunları دون لباسیه که الان خانم ها مثل ماسکی میگفتن قبلا زمان شاه و به فارسی از حالا نمیدونم از کجا اومده بود، لباسی که از اینجا بپوشید تا نوک پا، ملاها هم میپوشن، اسمش دونه. حالا این رو در زبان ترکی با ت دسته‌دار نوشته. Bu fakir tunları gulameyi، حالا زاد چیز از یارد براد چیه، گلاملغی احتمالا باشه، اینم گلاملغی. Bu fakir tunları gulameyi زاد شعار فقریدن آر اتم زنهار. اون باید راد باشه، گلاملغی، اون فکر میکنم غلطه، گلاملغ باشه یعنی نوکری. Bu fakir tunları gulameyi یا گلامق اگه باشه یعنی به کار بردن. راد شعار فقردن، آر اتم زنهار. دیدیم که فقر شول یوگلوک دوره دل. دیدیم که فقر شول یوگلوک دوره دل. یوگلوک خیلی کلمه زیبایی، یوگلوک. دیدیم که فقیر شول یوگلوک دوره دل، چه فخر ادی آنن لأهل حق بیل. Tani uryan Ali boş karnı aç, ölenleri sormuş hak gözün aç. این ل آخر نیست، این که همون نون خونده میشه همونه. ölenleri sormuş hak gözün aç. این ölenler هم میتونه باشه، ölenler هم میتونه باشه. Tani uryan Ali boş karnı aç, ölenleri sormuş حق gözün aç. اونا که مردن رو ازش پرسید چشم حق دیدار تو باز کن. budur kame kezafen yol ve almaz. budur kame kezafen yol varmaz. Yok olmayınca yok همون. yok olmayınca ol vade ermez. این yok نوشته، احتمال میدم که yok olmayınca، yok احتمالا این نقطه دهنه‌ای که به اسب و حیوان میزنن احتمالا yok این باشه. yok olmayınca ol vade ermez. اگه یوغ نباشه نمیشه به وادی که قراره برسه. نتلر جلدی mücrim kendi mahrum. Neteler geldi mücrim kendi mahrum. Neteler düştü mücrim kendi merhum. Cahan bir hane ibret düre can. Cahan bir hane ibret düre can. Hane. Bu işin آخری خیرت‌دür ای جان. خردمندان عالم نکته شناسان. حالا این دیگه بقیه‌شو بنی آدم به طریق الامثال مانند عالم بیر. حالا دیگه از اینجا خردمندان عالم نکته شناسان، اینجا بنی آدم به طریق الامثال مانند عالم بی مثال، زمره بی زبانان. Lisanından rengin mekatibler ve şiirin rivayetler tahrir etmişlerdir که دیگه تموم شد. بریم. من فکر میکنم بیش از 1 ساعتی که دارم با این کتاب، 1 ساعت 35 دقیقه برای من خیلی کم اومد، فکر میکردم 1 ساعته. خب بریم صفحه
20 کتاب چند صفحه از این صفحه، چند سطر از این صفحه 20 بخونیم. این 19 بذارید ببینیم اینجا یه چیزی نوشته. در اونجا مبصر durunca mübessirliktir tenha bildim ki فوته 35 akçe idi. حالا اینجا چیه؟ برگردیم از اول. لطیفه حکایت eder لرچی Atabekün Senğur Şah Mecduddin Hemker kendi camelerinden bir gün bir fakir came ihsan eyler. Ol camenin üzerinde cabeca la ilahe illallah yazılmış idi. Hazirlerden bazı Mecduddin Hemger'e dediler ki ne hoş bu camede Muhammed Resulullah yazılmamış. Muhiddin ya Muhiddin. Mecduddin نوشته اینجا Muhiddin شد. Mecduddin eder گفت bu came Resulullah evvel değilmiştir. Sebep oldur dedi. نظم این قبل از رسول الله بوده. میگه که این جامعه رو قبل از رسول الله بوده. مجدودین eder bu جامعه رسول الله اول değilmiştir یا denmiştir احتمالاً. اگر که رو نون بخونیم denilmiştir یعنی گفته شده بود که قبل از حضرت رسول الله چیز شده بوده. سبب oldur dedi. نظم اینجا یه شعری گفته که حالا دیگه اگه بتونم برم. ایا محشور سمع ایل احسانی که باعث علمیه علوم و تعنه. اینجا یه چیزی هستش که نمیتونم بخونم. ایا محسن شور سمع ایل احسانی شور اسمه ایا محس شور اسمه ایل احسانی که باعث علمیه علوم و تعنه. Durunca mübessirlikte tenha bildim ki fut 35 akçe eder. Ahmedi eder benim dahi 35 akçe dediğim fute bahasidir. Yoksa sen bu çağa değmez. Yoksa sen bu çağa değmezsin. او میگه که حالا فرض بکنید یه لباسیه این 35 آخچه هست قیمتش. میگه آخه خودت به این لباس به این 35 تا نمیارزی، به این لباس نمیارزی، لباس بیش از تو هستش. eder benim dahi 35 akçe dediğim fute bahasidir. Yoksa sen bu çağa değmezsin der. Temure gayet hoş gelip Ahmediye تحسین فراوان و جمله مجلسinde olan سیموزر آتین جمله احسان ایلر. خب حالا این دیگه چی بود نمیدونم از کجا اومد، به جایم بند نبود. بریم صفحه 40 یک چند جمله هم از صفحه 40 بخونیم ببینیم که چی هستش. این هم از قبل شروع شده. ببینیم که İçeri gider uyansa görse bir parmağın kendi buzugine sokmuş hagurceler. Gurcalamak همین امروز هم به کار میاد. گورجالاماخ یعنی انگشت کاری کردن، یه چیزی رو یه جوری یه کاری میکنه که طرف ناراحت بشه، این گورجالاماخ میشه. گورجالر گرشتورماخ هم که به هم میزنن. همین دوتا خیلی به هم نزدیکن. گارشتورماخ مثلا فرض بکنی که تو یه دیگی هست با یه چیزی، این دیگی به غذایی که آشی که در اینجا میپزه، یه غذایی که این رو به هم میزنی. این چه گارشتورماخ، زیر رو کردن، به هم زدن.
رابطه دو نفر رو به هم بزنید میشه گارشتورما. اما گورجالماخ چی هست؟ تلاش میکنید یه عیبی در بیارید، انگوش میکنید یه سوراخ، یه چیزی مثلا یه چیز کوچیکی در بیارید. این گورجالماخ هستش. بیستان گورسه آب üzere گلونوش آسیاب. احتمالا شعره، نمیدونم چی هست، خیلی هم بلنده. بیستاره گورسه آب üzere فلک وش آسیاب. بی ستاره گورسه آب üzere فلک وش آسیاب. یا düşer ارغا بلوغلور یا تاش elinde گلور. یا düşer ارغاب آغیلور، داغلور احتمالاً، ارغاب داغلور یا تاش elinde گالور. مسجدی آزینه بنیاد etse بی دولت کمنی یا بیتر سقفی یا بتر سقفی bina ya gubbesi ögri gelir, egri gelir. Ya beter sakfi biter batar. یا beter sakfi. حالا اینجا یک کلمه نوشته که بن یا گوبسی اگری گلیر، یا گوبش چیز میشه. جهد edip bin موت اگرse talihi bedküştenin tölesinde dane bitmez, terlesinde dane bitmez, خرمنی بیل olur، یل olur. جالبه ولی نتونستم کامل بخونم اینجا رو. اینجا نظم بود یه چیزی. بی ستاره گورسه آب üzere فلک وش آسیاب. یا düşer ارغاب و غیلور یا تاش elinde گالور. پیستان هم باشه. این پیستان، این که من بی ستاره خوندم، اینو باید برای اینکه معنی درست بیاد باید اینجوری بخونیم. پیستان گورسه آب üzere فلک وش آسیاب. اگر یکی بخواد مثل فلک یه آسیابی درست بکنه ولی پی این رو روی آب بذاره، نگاه کنید. پیستان گورسه اگر پیش رو بذاره، پیستان گورسه آب üzere فلک وش آسیاب. یا düşer ارغابه، به غرقاب میفته اون سنگ، اون پی. یا تاش elinde گالور، یا اینکه این سنگ آسیاب دستش میمونه چون روی آب میخواد بذاره، یا میره پایین غرقاب میشه. یا düşer ارغابه، ارغاب همون غرقاب احتمالاً باشه که در فارسی غرقاب شده. ارغاب غلور یا غلور. یا düşer ایراغه. خب حالا درست شد. ایراغ اینو بخونیم، بعدش هم یا غالور بخونیم اینو. خب یا düşer ایراغه، یا düşer ایراغه یا غلور یا تاش elinde گالور. یا düşer ایراغه یا غلور یا تاش elinde گالور. یا این سنگی که دستشه میخواد پی روی آب بذاره، یا düşer ایراغه یا غلور، به جای دور میفته و اونجا یا غلور پهن میشه، میفته زمین. یا تاش elinde گالور. این حالا معنیش درست شد، حالا متوجه شدم. اون پیستان میشه، اینم düşer ایراغه یا غلور یا تاش elinde گالور. مسجدی آذینه بنیاد etse بی دولت کشی. این هم کشیه، نقطه ها به دندانه ها چشیده مثل میم شده،
برای همین نمیتونستم بخونم. مسجدی آذینه بنیاد سبی دولت کشی، یا بتر سقفی، یا بتر سقفی، بتر یعنی باتار، یا بتر سقفی یره، یا قبسی اگرید گلور. یا اینکه گبش یا این سقفش یتر یره، این یره هستش. اینم کامل نمیتونستم بخونم، مثل میم بود و نقطه هم داشت و نمیدونستم چیه. یا بتر سقفی یره، یا قبسی اگری گلور. جهد دو بین مود اکرسه، جهد دو بین مود اکرسه، طالعی بد کشتنون، ترلسنده دانه بیتمز خرمنی یل آلور. خب حالا شد، حالا کاملا متوجه شدم. خب بریم صفحه این 40 بود، بریم 55 رو بخونیم و تمام بکنیم. حالا 55 که خوندنی نیست چون که پاره شده، کتاب از بین رفته. بریم همین صفحه آخری که مهرش هست اونجا رو بخونیم. آلاله ارر مرد میدان شیر و یزدان سلاله. حالا اینجا یه چیزی افتاده، اینجا نخ کتاب بوده، چی بوده، یا قلمی بوده افتاده اینجا خونده نمیشه. مناف سیاه دیار کوه قاف دیوب، بیر کره های گروپ، بیر کره های گروپ، مسلمانlar bir ağurdan gülüşürler. احتمالا bir ağızdan باشه. Bir ağızdan gülüşürler یا ağurdan gülüşürler و her yekadun ملامت سنگین ürüşürler. خطابت durur چون مقام رسول. خطابت durur احتمالا خطابت دور. حالا این دو تا ر داره، این رو باید چیز بکنیم. خطابت دور چون مقام رسول، گچن لایق اولور آنا هر فضول. گچن یعنی چطور، گچن لایق اولور آنا هر فضول. حتیب اولان اهل فضایل گرک. اینجا خطیب اولان اهل فضایل گرک، وره اهلی دانا و عامل گرک. سوزوی حقی کلامی دانا در زبان ترکی دانماق، دان بلماخ احتمالا یا صبح. دان او اولازاخته. دانا یعنی کسی که صبح رو میبینه، آگاهی به صبح. دان لفظه به فارسی احتمالا شده دانا، چشیده این رو. ولی خود دان همونطور که عرض کردم دن هم هست به معنی دارایی، دونه ها، اونم هست. اهل دانا اونایی که دونه دارن، دان دارن، دن. من فکر میکنم این دانا از کلمه دن درست شده که رفته دانستن، دانا از این کلمه هستش. وقتی مصدرش هم همین دان هستش دیگه. دانستن. وره اهلی دانا و عامل گرک. سوزی حق کلامی مفسر اولا. نصیحت ادیجیده مؤثر اولا. نصیحت ادیجیده مؤثر اولا. اون کسی که نصیحت میکنه برای یکی دیگه در اون مؤثر باشه. دریغا اولوب در زمانه عجیب. دریغا اولوب در پی نوشته، اولوب در زمانه عجیب، که هر جاهل و هیز اولوب در خطیب. شعر تموم شد. کتاب در اینجا تقریبا مهر خورده و ادامه داره. متاسفانه از بین رفته. ما هم نتونستیم یک چند کلمه از این کتاب رو بخونیم. کتاب بسیار بسیار زیبایی است برای کسی که بخوان در زبان ترکی ادبی بنویسن و شاعرانه بنویسن. خیلی کلمات زیبایی رو در ترکی من
خیلی بهم کمک کرد. کاش آدم فرصت بکنه یه جورایی اینها رو یه کاری داشته باشه در این رابطه، بیاد این کتاب ها رو بنویسه، تایپش بکنه، هم خودش یاد بگیره هم بده دیگران بخونن یاد بگیرن. میبینید دوستان، این 152مین جلسه است که من دارم کتاب میخونم. الان 1 ساعت و 50 دقیقه است که دارم اینو میخونم. واقعا دلم میخواد مثلا بشینم همینجوری بخونم، ولی از طرف دیگه باید برم سر کار یا برم دنبال زندگی دیگه، نمیشه که دنبال کاریابی و اینا باید گشت. خب روزگار به کامتان. امروز من به کامم شد با این کتاب، امیدوارم به کام شما هم بشه، بقیه روز هم به کامتون باشه، به کام منم همینطور. الله انشالله کاممون رو شیرین و شیرین‌تر بکنه. روزتون